لیمون و خصوصیت‌های شفابخشی آن. درخت لیمون یک درخت همیشه سبز و خرد بوده با آینه روته‌ها تعلق دارد. این درخت با میوه‌های زرد و خوشبویش که در سراسر جهان برای استفاده آشپزی و طبابتی قدر کرده می شوند مشهور است. پیدایش و پهنشوی طبق باورها درخت لیمون زاده آسیای جنوب و شرقی، احتمالاً شمالی هندوستان یا جنوبی چین است. آن بعدتر توسط خاور میانه به اروپا، خصوصاً به منطقه های بحر میانه زمین، اسپانیا، ایتالیا و یونان که اقلیم مساعد دارند پهن شد. امروزها درخت لیمون در بسیار کشورهای گرمسیر و سوبتروپیکی پرورش کرده می شود که هندوستان، مکزیک، چین، ارژانتین و برزیلیا بزرگترین استحصال کنندگان می باشند. توصیف بوتانیکی لیمون. قد درخت لیمون عادتاً از 3 تا 6 متر قد می کشد، اما بعضی نوعهای آن می توانند خردتر یا بلندتر باشند. برگ‌های آن همیشه سبز، بیضه شکل، درخشان و سبزی تاریک می باشند. وقتی که برگ‌ها را می مالند بوی خاصی لیمون را می دهند. گل‌های لیمون خرد، سفید یا گلابی خیلی خوشبوی بوده در بهاران پیدا می شوند. آنها می توانند تنها یا در خوشه ها می رویند. گلها خودگردآلود می باشند. میوه لیمون شکل بیضه شکل دارد. پوستش زردی روشن، قفس و ناهموار است. در درون گوشتی زردی سبک با لذت و شهادت بخش و خیلی ترش دارد. آن دارای تخمه های خرد و سفید رنگ است. هرچند بعضی نوعها بی تخم باشند، شرایط پرورش درخت لیمون به اقلیم گرم و آفتابی نیاز دارد. آن به سرما تاب‌آور نیست و حرارتی از 9 گراد سلسی پست می تواند به آن ضرر رساند. شرایط بهترین برای پرورش لیمون اینهایند: آفتاب، نه کمتر از 6-8 ساعت نور آفتاب مستقیم در یک روز. خاک حاصلخیز، خشک‌کنده شونده و کم ترشی. آبیاری منتظم خصوصا در موسم خشکی، اما از آبمانی از حد زیاد باید خودداری کرد تا ریشه ها نپوسند. نوری ها و غذادهی منتظم با نوری های مخصوصی سیتروسی نیاز دارد. هر یک قسم درخت لیمون از جمله میوه، برگها و گلها می توانند استفاده شوند. اساساً برای شربت، پوست، روغن افیر و گوشت لیمون در پخت و پز، نوشاکی ها، شیرینی ها و محصولات تازه کننده استفاده می شوند. پوست بیرونی لیمون که با نام سدر معلوم است دارای روغن های افیری بوده برای خوشبوی کردن خوراک ها و نوشاکی ها استفاده می شود. در بعضی فرهنگ ها برگ های لیمون را برای چای یا خوشبوی کردن طعام ها استفاده می برند. از پوست لیمون روغن افیری
استخراج کرده می شود که در اروماتراپیا، کاسمتولوژیا و صنعت خوراکواری کاربرد دارد. درخت لیمون نه تنها یک منبع میوه ارزشناک است، بلکه با بوی خوش و گلهای زیبایش همچون یک درخت آرایشی نیز در باغ‌ها و حتی در دیگ‌ها پرورش کرده می شود. لیمون یکی از میوه‌های سیتروسی بوده با خاصیت‌های بی‌نظیر خود در ساحه تندرستی و پخت و پز معروفیت دارد. این میوه زرد رنگ سرشار از ویتامین S، آنتی اکسیدانت ها و پیوستگی های دیگری مفید است که برای بدن انسان اهمیتی کلان دارند.